شرکت هواپیمایی سامان ایر ماه دکامبر سال روان در مسیر دوشنبه مینسک دوشنبه اجرای 10 پرواز مخصوص را به نقشه گرفته است. شرکت سامان ایر به دقت مسافرانی که میخواهند عازم جمهوری بلاروس گردند میرساند که مطابق قرار شورای وزیران بلاروس قاعده‌های زیرین ورود به این کشور و عبور قلمروی آن عمل میکنند. از جمله شهروندان جمهوری تاجیکستان هنگام عبور مرز باید با خود نسخه اصلی معلوماتنامه طبی گرفتار نبودند به کووید 19 را با زبانهای روسی، بلاروسی و یا انگلیسی داشته باشند. نتیجه سنجش باید نه دیرتر از 72 ساعت قبل از عبور مرز دولتی بلاروس آماده شده باشد. متن پوره قراری رقم 591 در سامانه رسمی شورای وزیران جمهوری بلاروس جای داده شده است. اطلاع می‌دهد سرچشمه مسافرانی که طریق مینسک پرواز ترانزیتی انجام می‌دهند باید با خود شیفته نقطه نهایی سفر و معلوماتنامه امین بودن از کووید 19 را داشته باشند. معلومات نوین اوید به تدبیرهای ملی پیشگیری کننده پنجشنبه کووید 19 را میتوان در سامانه وزارت تندرستی جمهوری بلاروس دریافت کرد. معلومات اوید به تدبیرهای پیشگیری کننده خروج ویروس کووید 19 در فرودگاه مینسک در سامانه فرودگاه ملی مینسک دسترس میباشد. طبق طلبات کل مسافران باید نقاب و دستپوش محافظتی داشته باشند. مسافرانی که تب بلند یا علامت‌های بیماری دارند به داخل هواپیما راه داده نمیشوند. کودکان تا 3 ساله از پیشنهاد معلوماتنامه مذکور آزاد میباشند. از ماه январ تا اکتبر سال 2020 در جمهوری تاجیکستان نسبت به همین دوره سال 2019 افزایش تولد به قید گرفته شده است. خبر می‌دهد سپوتنیک با اسناد به آگنتی آمار نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در 10 ماه در مملکت 166,000 کودک تولد شدند. در همه ولایت‌ها و منطقه‌های تاجیکستان ثبت تولد در دوره مقرر کرده قانون 2.4% افزوده است. طبق حساب‌های پیشکی ضریبی عمومی تولد و فوت متناسباً 23.7 و 4.1 را بر سر 1000 نفر اهالی تشکیل داده است. با اطلاع آگنتی آمار مقدار فوت کودکان نیز در تاجیکستان افزوده است. از اول سال 2020 در مملکت 28,000 نفر آدمان فوتیدند که 1,600 نفرشان کودکان تا 1 ساله میباشند. ثبت فوت‌ها در همه منطقه‌ها 15.7% افزوده 28,000 نفر را تشکیل داد. یادآور می‌شویم که مطابق معلومات تا اول ماه نوامبر اهالی تاجیکستان از 9.4 میلیون نفر زیاد شد. نسبت به 10 ماه سال گذشته 2% زیادتر است. در دوره بسته بودن سرحدها با خط‌سیرهای چارتری زیاده از 120,000 نفر شهروندان جمهوری تاجیکستان از قلمرو فدراسیای روسیه به وطن برگردانیده شدند. در 6 ماه آینده وضع اساساً به طور حاضر باقی میماند و نفرانی که از تاجیکستان مقصد به روسیه برای مهنت آمدن دارند در همکاری زیج با کارفرمایان به طور متشکلانه به کشور اقامت آورده میشوند. این نکته را سفیر جمهوری تاجیکستان در فدراسیای روسیه امام‌الدین ساتوروف در جلسه آنلاینی شورای جمعیتی نزد سفارت جمهوری تاجیکستان در فدراسیای روسیه بیان داشت. در جلسه آنلاینی راهبران جمعیت‌ها، نماینده‌های وزارت داروهای داخلداری جمهوری تاجیکستان در فدراسیای روسیه، کارمندان مسئول سفارت و همه کنسول‌های گنرالی جمهوری تاجیکستان در فدراسیای روسیه اشتراک نموده دایر بر روند پیشگیری گردش جوانان به حزب و حرکت‌های نامطلوب و خطرزا و گروه‌های تروریستی و اکستریمیستی در قلمرو فدراسیای روسیه سخن گفتند. کنسول گنرالی جمهوری تاجیکستان در شهر یکاترینبورگ ظفر سعیدزاده پیشنهاد نمود که تحت راهبری سفیر جمهوری تاجیکستان در فدراسیای روسیه امام‌الدین ساتوروف با جلب دایره وسیع اشتراکچیان در موضوع پیشگیری شامل شوی جوانان به صف تشکیلاتی و اکستریمیستی کنفرانس علمی عملی گذرانده شود. وابسته به پیشگیری شامل شوی جوانان به حزب و حرکت‌های نامطلوب و گروه‌های تروریستی و اکستریمیستی ابراز گردید که راهبران تشکیلات جمعیتی و کارمندان کنسولگری‌ها و دیگر نمایندگان دولتی باید پیوسته با مهاجران و دانشجویان تاجیک و خودها دایر نموده کارهای فهماندهی گذرانند. در این زمینه از راهبران جمعیت‌ها خواهش گردید که کوشش کنند جوانان تاجیک را به شغل دائمی از قبیل تشکیل برنامه‌های ورزشی و فرهنگی و معرفتی جلب نمایند. طور پیشتر اطلاع داده بودیم گروه کاری کمیته کاربازانان و اویلای نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تحت راهبری معاون رئیس کمیته زرینه عبدالمعین‌زاده با مقصد دایر نمودن صحبت و واخوری‌های سودمند و بررسی فعالیت صاحبکاری زنان و بانوان با سفری کاری در ولایت مختار کوهستانی بدخشان قرار دارد. در ادامه صحبت و واخوری‌های سودمند و بررسی فعالیت صاحبکاری زنان و بانوان گروه کاری کمیته زنان و اویلا از کارخانه دوزندگی گلدسته ناحیه رشقلعه ولایت مختار کوهستانی بدخشان دیدن
نمود. کارخانه دوزندگی گلدسته با دستگیری به‌واسطه اساسگزاری صلح و وحدت ملی پیشروی ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امالی رحمان با 100 جای کار به استفاده شده عین زمان در آن زیاده از 40 نفر زنان و بانوان ناحیه فعالیت دارند. همزمان در ناحیه راشقلعه با اشتراک راهبران مؤسسه‌های تعلیمی، رئیسان جماعت‌ها، فعال زنان، رئیسان محل‌ها از جماعت قربانشاه گدوالیف ناحیه با مقصد پیشگیری حالت‌های نامطلوب در بین زنان و جوانان، آموختن علم و دانش و بلند برداشتن حس وطن‌دوستی و افتخار ملی ملاقات سودمند برگزار گردید. به شهروندان تاجیکستان اجازه دادن وارد قرقیزستان شوند. طبق قرار حکومت قرقیزستان اکنون شهروندان تمام کشورها امکان ورود به این کشورها طریق هواپیما دسترس کردند. قرقیزستان محدودیت‌ها برای وارد شدن به جمهوری را که به سبب پاندمی ویروس کرونا جایگیر کرده بود از بین برد، اطلاع داده است دفتر مطبوعات وزارت خارجه قرقیزستان. حکومت قرقیزستان تصمیم گرفت به وارد شهروندان خارجی و شخصان بدون شهروندی را که طریق فرودگاه بین‌المللی منس آش ایسیقکو صورت می‌گیرد اجازت می‌دهد. قبلا وارد شدن به قرقیزستان محدود شده بود. قبلا به این کشور تنها شهروندان سیاسی کشور امکانی وجود داشتند. وزارت خارجه قرقیزستان تاکید نموده است که ورود به کشور تنها در صورت اجرای سند درباره ضرایت کرونا ویروس امکان پذیر می شود. این سند باید نه کمتر از 72 ساعت پیش گرفته شده باشد. اینچنین ناظران بین المللی که در انتخابات پرزیدنتی و پارلمانی در سال 2021 شرکت خواهند کرد امکان ورود به قرقیزستان را نیز گرفتند.